امروز قراره یه حمله خفن با دراگون و بالون انجام بدیم. ببینیم نتیجه چی میشه. 2 تا اتک میزنیم، یه دونه تانهال 11 و یه دونه تانهال 12. خب برای حمله همون اتک 13 تا دراگون میبریم، 4 تا رد و 7 تا یخ که البته 2 تا یا اینجا رد داریم، میتونیم باش استفاده کنیم که در من میشه 6 تا. خب بریم برای اتک اول. اتک خوب مناسب پیدا کنیم بزنیم. موقع اتک برای من فقط اکسیرش مهمه، لوتش مهمه. سعی میکنم 12. خب این هم میشه 3 ستاره کرد. بریم برای زدن. برای اینکه بتونیم 3 ستاره کنیم اول کینگ رو میندازیم، بعد شلوار انداز میندازیم که برسه به توپخانه عقاب. پشت سرشون کوین رو میندازیم که هیچ ثمری نداشت و دراگون ها. پشت سرش هم نگهبان رو میندازیم و سعی کنید اول جارو هوایی رو بزنید که اذیتتون نکنه. بعدش 3 تا روز دوایی مینداخت. یخها رو برج جهنمی میندازین جوری که 2 تاشو بگیره. حالا من یه دونه میگیره. و همین راحتی 3 میشه یا اتکتون. تازه 3 تا یخ اضافه هم داریم، همینجوری استفاده میکنم. کینگمون به رحمت خدا رفت، ولی نگهبان و کوین زنده. این هم از 3 ستاره. اتمام ریده. خب بریم سراغ اتک دوم. نیروها رو پر میکنیم و آموزش. بریم اتک دوم. تانال 11 رو میزنیم این سری. اول کینگ رو میندازیم، پر نکردیم، حالا بدون نیروها میزنیم و بعدش دراگون ها، بعد کوین رو از اون ور، بعد جارو هوایی رو از کار میندازیم. بعد سعی کنید همیشه برج جهنمی رو با ضد هوایی از کار بندازید به وسیله یخ. یه دونه یخ آخری رو استفاده میکنیم و منتظر 3 شدن.
به نظرم 3 میشه، چون هوایی چیزی نداره به جز کمان. بله، برج کماندار از کارندا، این از تسلا و بله این هم از کمان. زمان کافی هم برای 3 ستاره شدن هست. من میذارم 3 ستاره بشه چون به کاپش نیاز دارم. بهتر از این هم میشد بزنی، حالا ما چون نیروی کران نداشتیم نشد. این هم از 3 ستاره. بچه ها ممنون بودم که همراه من بودید.